والسلام على نبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ای خدا فضل تو حاجت روا جز نام تو نام کسی نبود روا. اما بعد دوستان و سروران گرامی خصوصا جماعت المسلمین صد درود و صد سلام با آخری منجی عالم جناب مولانا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که الله سبحانه و تعالی در شأن ایشون فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. بر آمدنت بهار دل پیدا شده ای رسول الله، بلبل بنوا و گلها وا شده ای رسول الله. ای کاش رفتنت نمیدیده ما که بر رفتنت قیامت برپا شده ای رسول الله. اما بعد صد درود و صد سلام بر یارانی دلیر و شجاعش از صدر اسلام تا این زمان که بر آمدنشان دنیا را به تکان درآوردند و خود را مصداق این آیت قرار دادند. رضی الله عنهم و رضوا عنه که شاعر در وصف چاریار عزیز رسول خدا فرمودند تا بود جانم دم صدیق اکبر میزنم، ناله های عاشقانه از بر عمر میزنم، نام عثمان و علی چون تاج بر سر میزنم، طبل بوبکر و عمر بر 7 کشور میزنم. اما بعد دوستان خداوند منان را شاکر سپاسگزاریم که الحمدلله در این منطقه شما دعوت شدیم، مهمان شدیم. الحمدلله صاحبان خیر دعا میکنیم خداوند کریم پروردگار اولا کسانی که همین محفل را مالی و مادی و فکری و جسمی بنا کردن خداوند کریم گذشتگانشان غریق رحمت شایسته جنت کنند. بنده میخواهم یک چند آیتی از کلام الله را تفسیر کنیم. الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تلحكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق فأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى در آیت کلام اللهش میفرماید که خطاب بر مؤمنین میکنه، کسانی که ایمان آوردند مشرف به این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله شدن و لذت ایمان چشیدن. الله سبحانه و تعالی خطاب به آنها میکنه یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تلحکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، هلاک نکنه شما را مال و ثروت و اولادتون از ذکر خدا. علما مفسرین مهندسین این را به چند نوع تفسیر کردن. فرمودند که کسانی که امروز سرمایه دارن، کسانی که امروز مال و دکان دارن، اینقدر غافل شدن از خدا که دنیا را محبت کردیان، محبت دنیا در قلبشان جای شدگی، از ذکر خدا غافل شدگی، خدا را فراموش کردن. وقتی که مال و ثروتی دیدن فکر کردن که از دنیا ما نمیریم چرا که مال داریم. نه عزیز من، میگن نگاه کن گذره جانب صاحب گذران که از دنیا گذران. این دنیایی که شما زندگی میکنید یک دنیا، الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان در چند جا قرآن آمده است که دنیا را هیچ وقت تعریف نکرد. دنیا را گو یک متاع غروره، یک پارچه بیهوده، یک لهو و لعیبه. نباید شما مال دنیا و مشغول دنیا باشین، از ذکر خدا غافل شین، شما را هلاک کنه. دویم فرمود اولاد و فرزنداتون زناتون در وقت خوابین یا با بچه هاتون و بساتون بازی دارین،
نماز می شود. حی علی الصلاة میگه به سوی نماز بیا، حی علی الفلاح به سوی نجات بیا، شما را هلاک نکنه. میگه هر کسی که از ذکر خدا غافل می شود هلاک می شود. علما فرمودن الله سبحانه و تعالی در اینجا ذکر گفت. ذکر به معنای عبادت می آید، به معنای قرآن می آید، به معنای ذکر اذکار می آید. این کلمه ذکری که در این آیت مفسرین فرمودن که شما را لا تلهکم اموالکم اولادکم عن ذکر الله، یعنی شما را حلال نکنه مال و ثروت شما از ذکر خدا. در این ذکر عزیزان من اصل علما گفتن که قول ارجح عبادت ای، نماز ای. اول نماز، بعد از نماز ذکر و اذکار که ما و شما بارها مکسر از خطبامون علمامون شنویدیم از رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیثا ثابته که بعد از نماز ذکر گفتن. اول نماز. مولانا ابراهیم ادهم رحمه الله میفرماید که تقوای انسان، همون انسان را متقی میگن که در نماز در صف اول ایستادگی باشه، تکبیر اول بگیره، همون آدم با تقواه. کسی را با تقوا میگن، کسی را میگن از خدا غافل نیست که در نماز، نمازی بامداد خفتن 5 وقت نماز در صف اول باشه. انا و آدم غافل نیست، انا و آدم هلاک شدگی نیست. کسی که اگر به دنیا مشغول باشه نماز از او قضا شود، نماز در وقتش نخونه، او غافل حساب میشه. او از جمله غافلینه، او از جمله متقی نیست، او از ذکر خدا غافل شد، با دنیا مشغول شد، دنیا را بر آخرت ترجیح داد. قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تنثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى. میگه کامیاب شد کسانی که کبر و کینه شون از قبر دور کردن، پاک کردن، بعد نماز خواندن. هدف مقصد بنده امیر و سخنرانی میگه که نماز میخونیم، عبادت میکنیم، طرف علما میخندیم، طرف ایشان و سیدزاده و مفتی و قاریا میخندیم، نه که پشت سرشون گپ میزنیم، بخیلی میکنیم، حسد میکنیم. این عبادت داخل نیست. در یک منطقه زندگی میکنیم، دنبال پشت امام عزیز نماز میخونیم، بازم با او کبر و کینه و بخیلی میکنیم. مسلمان میگیم خمونا در یک محل زندگی میکنیم، اکا و دادریم بخیلی قهر، ای پیشی چه علت چه میکنیم؟ مول اکا بای شده دادر قهرش کده. این عبادت نمیشه. الله سبحانه و تعالی میگه و دل تا پاک کبر و غرور دور که بعد نماز بخون. این دنیا هیچ ارزشی نداره، دنیا میگذره. برای دنیا شده، مال دنیا شده، برای زن و فرزند شده، پدر و مادر و اکا و دادر خیش تورا فراموش نکرد، خفه نکرد. یک گوشه ایمانداری همیه. 20 محلا میرم، 20 جا میرم، بعدی میفهمی همسایه به همسایه‌اش قریه نگردش مسجد میره و این قبول نیست. حدیث مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم همسایه چپ و راست روبرو بگه همین انسان این آدمی خوبه جنت میدروه، نه که گفتش که بخیل و حسد و مخبر و جاسوس های او داخل جنت نمیشه. مسلمان با مسلمان باید اینقدر اتفاق باشین، اینقدر محبت داشته باشیم که صحابه کرام رضی الله تعالی علیهم اجمعین اگر میدیدن در برشون اما آدم نیست، میپرسیدن که چرا امروز نیامده نماز، دنبالش میرفتن. شما را هلاک نکنه. عبادت، ذکر خدا و قریب شدن به الله سبحانه و تعالی. و ما یفعل ذلك فاولئک هم الخاسرون. هر کسی که امیر عمل انجام میده وقتی نماز مشغول دنیا سودا کردیسه، وقتی نماز بازنش مباشرت و مجامعت داره، خواه عیش عشرت داره، با اولادش بازی کردیسه، نماز نمیره، میگه این گروه از جمله زیانکاران. این گروه از جمله هستن که چون زیان کردگیان، خسران کردگیان، خود چون در ضرری سخت دادگیان. الله سبحانه و تعالی بنده ای که بخیزه طهارت میکنه، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک فرمودند بشر الذین یمشون فی الظلم الی مساجد بنور التامه یوم القیامه او کما قال
هر کسی که نمازی بامداد نمازی خفتن در تاریکی به سوی مسجد میروه الله سبحانه و تعالی یه نوری کامل در چهرش میته. روز قیامت هم یه نورش میته که در روز قیامت به جز اون نور دیگر نوری نیست. او کسی هست که پایبند به نمازی بامداده، کسی هست که پایبند به نمازی خفتنه. او انسان متقیه، او انسان هلاک نمیشه، او از جمله زیانکاران نمیشه. اما وقت به یاد خدا باشه. دنیا فریب میده. دنیا اینقدر مفتی قاسم حفیظ الله استاد میگفت که دنیا به مانند یک کاسه عسل است. اگر به محض که پشه یک پاشه در او عسل بمانه، به محض که میخواهی پاشه برداره پای دیگرش میگوته. فریفته دنیا نشین، فریفته ما نشین. همه وقت هر کجایی را بینین عبادت از سرالای زندگی خود قرار بدین. هر چیز از سرچشمه از عبادت سر میشه. عبادت کامل شید، عبادت مخلصانه انجام شید، او کارا و امورت همش خدا کنترل میکنه. اکاو دوداری میکنی، خیش دواری میکنی، همسایه‌گری میکنی. اگر خالصا لله، اگر در عبادت للهیت و خلوصیت بود. وقتی نماز شید نگو که در کارم، نگو که در زمینم، نگو که مشغول دنیایم، نگو که در مشغول اولادم، نگو که مهمان دارم. نماز شید اول نماز از سرای زندگی مونیم. الله سبحانه و تعالی استاد شتگی در یگان جای قرآن چخیلی که خداوند نماز یکی از مهمترین ارکان دین اسلام دیم ارکان اسلام میکنه. یگان امر به نماز نگفته که 83 جای قرآن، علما گفتن 86 جای قرآن دلالت میکنه اقیم الصلاه، نماز بخونید. یگان امر نگفت. نماز محکم بگیرید. نماز خونده نجات میوین. میگه یک آدم وقت رفت در نماز جمعه گوش کرد که مولای امام بسیار درباره عالما و اهل علم گپ زد و درباره نماز و فضیلت علم گپ زد. یک جاش فهمید که اقیم الصلاه و اتو زکات و رکعوا مع راکعین، نماز بخونید، زکات پرداخت کنید، رکوع کنید، امرای رکوع. بعد فضیلت جماعت گفت، فضیلت نماز مسجد گفت. هر کسی به مسجد اونز داره چی برکت داره. ایرا گرفت دیم گوش کرد که هر کسی که علم بیاموزه الله سبحانه و تعالی میگه یرفع الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. بهترین شما کسانی هستین درجه بلند در روز قیامت دارین، نه اغنیاین، نه مقام دارین، نه حاکمین، نه امیرین. عالما درجه بلند دارن. علم از همه فضیلت داره. میگه ایرا گوش کرد. سیم جمعه رفت که درباره خیانت گپ زده سای. هر کسی که خائنه، هر کسی که خیانت میکنه به دولتش، به وطنش، به زن و کودکش، به اسلام که نماز نمیخونه خیانت شده. مسلمانه تلاوت قرآن در خونش نیست، خیر صدقه برای اوراهاش نیست، دعا در روز جمعه برای پدر و مادرش نیست، نماز مسجد از نماز نمیره و خائن حساب میشه. در همین دولت زندگی میکنه، مخبر و جاسوس ای، خائن حساب میشه. خائن نه خدا دوست میداره نه مردم. گفت کسی که امانت داره خداوند عزتهای بلندش میده. میگه امانت بر تو رحمت که از تو راحت دیدم، خیانت بر تو لعنت که از تو اذیت و آزار دیدم. میگه اومد بچه‌ش گفت بچم بازار رو ببند، دکان رو ببند، پولا رو بگی شو بیا خونه. همه را میگه آورد. بچه‌ش گفت که 3 قبچه جمع کن، 3 قبچه شد پول. گفت بار که بالای شترده ای شهر یا شهر دیگه عالم بود. گفت پیش هم بریم درس میخونیم. میگه رفت عالم فیرات کرد. گفت بچه مرا علم آموز. دنیا را اینقدر یافتم که دنیا هیچ ارزشی نداشته. عاقبت چی بوده؟ مرگ. میگه بینا شید آدمی بیچاره زخاک با دل پر حسرت و چشمان نمناک. اگر بسازد بر خود 100 قصر عالی، عاقبت جاش بگردد آن قبر نمناک. آخرش مرگ بده. اینقدر میده مرگ بده. بچه درونی مرده سوال و جواب از علم بپرسد، از عبادت، از خیر صدقه. خوش به حال صاحبان خیر که فردا روز قیامت همین چیش میشه. میگه مولا گفت که مالی بچه تمام گفت برا. من بچه شو برفت فیرادش کرد. خاله مولا در خوره سرخیزاندش. گفت یکم درس قبچه پول تایجه من گفت ماندکش. گفت هیچ وقت دروغ نگو. گفت خب چرا گروه برا. گفت یکم درس تای. دیم درست گفت هیچ وقت گفت خیانت نکن. گفت یه دیم درس تای. سیم قبچه تمام گفت. سیم قبچه دا گفت
هر وقتی حیل الصلاة شنویدی نماز برو. دست در زر باشه، در هر کاری باشه، اول نماز برات ترک نجات میابی انشالله. گفت تمام استاد. گفت تمام. سه قبچه را گرفت گفت برو عالم شدی، همین عمل کن. از قدر علم نمیدونم. قدر علم هم کسی میگه اگر ذره انسان علم داشته باشه، او علم قدرش برای چی بدونین؟ این نوری الله است. اون نوری الله علمشه یک قطره ماده، یک قطره دانلود، یک قطره عالم در فروفتگی. این قطره است که انگشت اگر در دریا بزنی چند خب بیرون میشه. همون کم شه روی کدگی علم خداوند او را دادگی. گو بچه می قدر علم بدون. و رفت پدرش دید گو بچه گو همی 3 روز آمدی چه؟ گو تا عالم شدم. گو چه؟ گفت 3 درس دادم. گفت پولو را گرفت. گفت من عالم شدم یا عمل کن. خیلی نگاه کرد مرده که خیلی بچه هم گفت اکه برای گفت ای پشتی کار و زندگی شه. خیلی که کنه مایی که جو دیگه زندگی میشوه. باید زندگی را بچرخونیم. خیلی رفت دکانا را پرسید که خیلی مرا کنم ما هم یه وقت دکان داشتم مال داشتم خیلی فروختم هم مرا و خیلی آزی ندارم مرا چی میگیرین؟ فروشنده میگیرین. خیلی خلاصه یک کس فهمید که گو یک برادر خونش در فلان جای نیک خونش دام پیچ خونش مغازینه همونجا دا میره سودا میکنی. گو مالی خیلی رفت شناس کرد و گفت که بیایا آمد. گفت این مغازینی ما این زن و کودکای ما من که هر ماه تجارت میرم سینی یمن و عراق کجا میرم تا همین امانت نگاه کن همینجا سودا کن. گفت مایلی. میگه یه وقت مردک برفت مسافرتو این بچه سودا میکرد. بسیار بچه متدین دیندار ملو بچه و عالم شده بود. یه وقت میگه زنها اینقدر شتا هن که بعضی زنها اینقدر که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که زنها ریسمان شیطان هن. البته بعضیش همش نی. زنهای پاکدامن و عفیفه و صالحه و محسنه داریم الحمدلله. لیکن زنهایی هستن که بسیار مکر میکنن، بسیار شتا هن. که شاعر میگه چند مثل در یادم است میگه نمیمونم در این کوچه قدم رو، باور ندارم بعضی زن رو، با یک دم میزند 300 قسم رو. اسلحه بزرگ زنک شتا همیه که گریه میکنه، اکر دودر جدا میکنه، بچه را اوتر جدا میکنه، گوشت ناخن جدا میکنه. رسول خدا گوه ای مردم زناتون در موبایلتون 100 فی سبیل الله نشوه، 100 نشوه، دیوال نشوه در راهتون. ای عبادت بمونین، ای یکا و دودری هم بمونین، عقلتون کار فرمونین. گفت زنک شتا میه گریه میکنه، چی دروغایی میبنده. نبودی میگه اومد دودر میگه تای لغتم دوخت، اکت اومد میگه زدک، متت اومد خیلی دروغایی میگه گریه میکنه، باور میکنی. با همین خاطر گفت که باور ندارم بعضی زن رو، با یک دم میزند 300 قسم رو. زن و شیطان هم نشین بود. شیطان در پیش زن خوشچین بود. علم شیطان و زن را کشیدن در ترازو، هنوزم علم شیطان خیلی کم بود. امروز چی شده که اکا و دودرار یک زن ایام منطقه میاد یک خونه را همه را رسپت میکنن، نابود میکنن. مردک شین. الرجال قوامون علی النساء. مردها با زنها چیه؟ با قوته. آمد گفت که خطی من بیا خونه در خوره که من میترسم شوم نیسته. آمد دولان در خوره گوی انگه شما درون در خوره من دولان در. آمد گفت نه بیا درون در خوره قطی من میترسم دولان در خونه را. گفت نه درست نیست در خونه نومرم قطی یک چیکاره با. گفت بیا. گفت خلاصه زنک اینقدر چشید گفت که با من همین کاری زشت انجام میدی، همین کاری زنا را، همین کاری بد انجام میدی. بچه گفت نه من برای خیانت که خیانت نکنم یک قبچه پول دادگیم درس خوندگیم، من چرا خیانت کنم؟ گو اربابت میآید. گفت ما گو ارباب من مالی و خیانت نمیکنم به زن فرزند مالش. آمد چیزای مغازین گرفت فروخت و خونش کشیدی زنک شتا همه را برد. گو میام شون بیا میگم مرا دز دیدی. گو بیا یک چیزی بگم اینا خدا دیسه. این الله خبیر بما تعملون. الله سبحانه و تعالی خبر داره. چیزی شد من میگم راست چه میگم. میگه مردک اومد زنک شتاهی گریه کرد. گفت که در نبودن تو من حمله کرد. شب خواست که من همین کارا بکنم. من هم خواست تهمت و دروغ. میگه ارباب فریادش کرد. گو همین کارا کردی؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت من از استادم درس گرفتم هیچ وقت خیانت نکن، هیچ وقت دروغ نگو، راست چه میگم.
الله سبحانه وتعالى در قرآن عظیم الشان گفته بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظیم. الله دستور میده که ای مردم بترسین، هر وقتی صحبت میکنین حرفی راست بگین، دروغ نگین. دروغ در لعنت خدای، در دروغ برکت نیست. عملتون اصلاح کنین. گفت من راست میگم، زنت مرا هم خیلی حیله کرد، شتایی کرد، من نخواستم، من از خدا ترسیدم. من گفتم من ارباب خیانت نمیکنم. مرا استادم گفت که هیچ وقت خیانت نکن، خائن هیچ وقت خدا و رسول دوست نمیداره، مردم دوست نمیداره. این بروی مگزیت زنت خودش برد تقسیم کرد، خانه اوچش برد و هم داد. من این کار انجام ندادم. خلاصه گفت ماشاءالله کار کردم. بگی زنک شنوید گفت اگر امیر گفت نابود نکنی یا من یا امی، نمیخوام دیگه قطع زندگی کنم. من در کوچه من شرمنده شدم. من همه خیل میبرم میگم من رمی آدم هم خیل که شوی من چاره ندی. گویا زن خب کوخی بردک ملو بچه اولی من خیلی نیست، دروغ نمیگه. گم نه نابودش کن. اینقدر میگه تو سر خان میگه زنک شتای کو. میگه مردک رفت یک قصاب گفت که یک ساله کورتا پولش میتونم همین شاگرد من روی میکنم گوشته بگه همورا مایده کو درونی همین قابچه دب دوست دهنش بند من میو میگیرم و دریا دم میبرم میپرتم خپی تو خپی من پولا میته. میگه یا وقت میبرویا سینی شاگردش میگه من پولا 5 کیلو گوشت برای قصاب بخور. این مردک میره واسه سور میشه بیرو. یا وقت این بچه میگه برم که بچه همین ارباب 7 ساله 6 ساله من قطید میرم. میگه میای همین لوی دکانی گوشت میگه که حی الصلاه حی الفلاح میشه، بس این نماز بس این نجات بیاد. میگه که ایرا بگی تو برا قصاب خونه گوشت بگی از من میرم نماز عصر میخونم بعد میریم. که مرا استادم گفته بود که حی الصلاه را شنیدی همه وقت دست در تیلو باشه چی باشه. یک دفعه میگه رفت نماز خونم که در قصاب خونه مایده. این قصاب نشناخت که بچه یک گروه مایدهش کرد درونی چیده داختش چاکن زیر چا. میگه ظالمان برای صالحان کندن چاه، خودشان افتیدن و کچیدن آه. ای آمد و قبچه را گرو برد دریا پرتوف. اومد زنش گفت نابود کردیم. یا وقت بودی اومد یکی او برده قید زنش را دید بیهوش شد خواب رفت. اوه بچه گفت ای چو کردی کو بچه گفت بچه نیومد گوشت دادی سیو داده بدم. میگه بود که آخه شبیدن و خزوندن و گفت چه خیلی کردی؟ گفت مرا استادم برای این یک قبچه پول گرفته گفت که هی وقت حی الصلاهش نمیدی چیکار کرد؟ نماز بیا. نماز نجات برادر. تأخیر نمیکنم. مرگ کی آمد دیگه شما دروغ میگین. شما یک شانس دیگه میدن. چند بار کسالتون کردم، چند بار مصیبت غلطیدم، چند بار به پول شدم پولدارتون کردم، لیکن بازم شما عبادت نکردین و فراموش کردین. با همین خاطر عزیزان من این دنیا هیچ ارزشی نداره. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که شما در این دنیا چقدر میتونید عبادت سخت کنید. اکا و دوداری خیش درباره عبادت بزرگ همیه. اول در منطقه زندگی میکنین، اتفاق شین، محبت شین، برکت بیان. در کدام قشلاقی، در کدام خانه جنگ جنجال رایتون بروین، در گوشتون میزون کنین. قهر جنگ جنجال بخیلی حسد اوجا برکت نیست. اوجا همه وقت دختراتون یا سر میتن، دختراتون بیوه میشوند یا که بچه‌هاتون نافرمانی میشود. چرا؟ از روی عمل خودتون. هرچی از ماست بر ماست. ما هر کاری که میگه خودمون میکنیم. با همین خاطر اکا و دوداری خیش تابوری بخیلی و حسد نکنید. یک کسی خدا داده بگیم ماشاءالله خدا مال شای زیاد کنه. الرزق مقسوم والحریص محروم. رزق ازل تقسیم شده. این مرده که بوی کده بگو ماشاءالله. رسول اکرم صلی الله علیه و آله درباره بخیلی بسیار گفت. شما گفت بخیلی نکنید. هر کسی که بخیلی میکنه هلاک میشه. رسول خدا گفت اتقوا الشح فانه اهلك من كان قبلكم او كما قال. از شح به معنای هم کلمه بخیلی به معنای هم بخیلی میاد در عربی، هم کلمه شح به معنای بخیلی میاد. گفت از شح ای بخیلی بترسین. اینقدر بترسین که قومای پیشینه مثل شما بخیلی کردن هلاک شدن. در کدام منطقه هست بخیلی میکنی، حسد میکنی،
فرقی نمیکنه اکا و دادر همسایه خیش تباری بدون که مالت هیچ وقت ده نمیشه. او آدمی را بخیلی میکنی الحمدلله او مالش زیاد میشه. اینا در زندگی دیدیم. بخیلی کدیش که خونه گرفت در دوشنبه خونه میگیره. با بخیلی که خونه دوشنبه دگیره مسکو ده میگیره. نه که تو یک ساتق زمین خریده نمیتونی. بخیلی کدی که ماشین خرید بدون ایدا ماشین خوب میخره. بخیلی کدی که او را عزت داده بدون که عزتی او بالا میره عزتی تو هیچی نمیشه. ماشاءالله بگو. خداوند کریم پروردگارا صاحب ثمره امر معروف نهی منکر آیات های کردگیر حدیث مبارک رسول خدا را صاحب ثمرش در نامه اعمال صاحبان همین خیر کتابت بگرد. گذشتگان همین خاندان صاحبان خیر خصوصا حضرت های شانایی که در این ماه و شب و روز سال در همین منطقه خدمت میکردند. الحمدلله مردم فقط دعوت میدادن برای راست هدایت میکردن. خدای تعالی اجرکم عند الله خدا در بهترین جایگاه نصیبشون بگرد. باز هم این برادرایی که دست بالا کردن خداوند از عمیق قلبشون از مراد و مقصد و آرزوشون بخبری. اگر وضع مالیشون تنگ باشه وضع مالیشون خوب بگردن. اگر خواهان پسر باشند فرزندی صالح و سالم و سایبان و دستگیری نوری چربی از شهر خدا نصیبشون بگردن. اگر خواهان دختر باشند دختری صالحه نصیبشون. اگر زنگیر باشه زنی متدین دیندار و پاکدامن و صالحه نصیبشون. بازم خدای تعالی عاقبت تابستان به خیر بگردان زمستان به خیر بگردان. تاجیکستان عزیز ما را دشمنان درونه و بیرونه نگه بدار. خدای تعالی پروردگار امنیت و تنجی و آرامی را در سراسر تاجیکستان ما نگهدار و پایدار باش. الله